امروز با یک ویدئوی جذاب دیگه به خونه هاتون اومدیم. یک ویدئوی بسیار کاربردی از یک تعریفی که اگر اونو ندونید در واقع هیچ کاری نمیتونید انجام بدید در فارکس و خیلی به کارتون میاد. ازتون دعوت میکنم برای دونستن اون تا آخر ویدئو با ما همراه باشید. به نام خالق زیبایی ها پیام بهرامی هستم، تریدر مستقل. قبل از هر چیز از دوستانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و اولین بار با کانال ما آشنا میشن خواهش میکنم که کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید و ما رو دنبال کنید. اما امروز یکی از کاربردی ترین مفاهیم در فارکس رو براتون تشریح میکنم که اگر در واقع ندونید معنیشو، یعنی هیچی در واقع نمیدونید از فارکس و یکی از ضروریات در فارکس هست، باید باش آشنا باشید. و اون چی هست؟ بروکر یا کارگزار. کارگزار کیه دوستان؟ بروکر چیه؟ وظایفش چیه؟ با هم بررسیش میکنیم. دوستان، کارگزار یا همون بروکر واسطه‌ایه بین معامله‌گران شخصی و بازار جهانی فارکس. وظیفه‌اش منتقل کردن معاملات فرد معامله‌گر به بازار جهانیه. در واقع خیلی خودمونیش میشه حکم یک دلال رو کارگزار بازی میکنه این وسط و مثل یک بنگاه معاملات املاک فرض کنید که اونها شما رو به اون بانک اطلاعاتی که دارن متصل میکنن و اون گزینه مناسب رو در اختیار شما قرار میدن، یا بنگاه های معاملات ماشین که شما اونجا مراجعه میکنید و جنس مورد علاقتون رو از اونجا خریداری میکنید. خب هر شخص برای انجام معاملات ارزی خودش باید با یک کارگزار قرارداد ببنده حتما و مبلغی رو به عنوان سپرده در یکی از حسابها در نزد بروکر سپرده گذاری کنه. این سپرده به عنوان سرمایه معاملاتی به نام مشتری در واقع افتتاح میشه و صرفا جهت انجام معاملات در این بازار استفاده میشه. کارگزاری ها درصد کمی از هر معامله رو به عنوان کارمزد کسب میکنن و برای خودشون برمیدارن. به این میگن اسپرد. در ویدیوهای آینده حتما در مورد اسپرد کامل توضیح میدم دوستان. اما حالا میخوایم در مورد بروکر و اعتباری که بروکرها دارن صحبت کنیم. خب بیش از 50,000 بروکر در کل دنیا دارن بازار فارکس رو پوشش میدن و مشتریاشون خدمات میدن. اما خب 50,000 بروکر خیلی واقعا انتخاب از بین این 50,000 خیلی مشکل هست و ما باید بیایم تحقیق کنیم و ببینیم که چجوری اعتبار یک بروکر بالا میره، چه فاکتورهایی باید داشته باشه. اعتبار بروکر رو دوستان چیزی به نام رگولیشن مشخص میکنه. رگولیشن یا فارسیش رو میگن رگوله، همون اعتبار قانونیه. در واقع همون اعتبارات و مدارک و حالت مثلا در صنعت میتونیم بگیم مثلا حکم همون ایزو رو داره، میگن فلان محصول ایزو 9001 داره، ایزو 9002 داره، نمیدونم مثلا در کیفیتش فلان اعتبار رو داره. این برای اون محصول یک اعتباره. بروکرها هم چیزی دارن به نام رگولیشن. رگولیشن یا در واقع از این بعد میگیم رگوله، در واقع همون اعتبار بروکر هست. در حقیقت هر چقدر که یک کارگزاری رگوله های بیشتری داشته باشه، اعتبارات قانونی بیشتری داشته باشه، قابل اعتمادتر، اعتبارش میره بالاتر و تحت نظر نهادهای ملی و بین المللی بیشتری قرار داره. و در صورتی که خدای نکرده خطایی از بروکر سر بزنه، کاملا مشخص و شفاف است که چه نهادی پیگیر و پاسخگوی مشتریان هست. اما یک بار دیگه به این سوال پاسخ میدم که چرا باید بروکر دارای اعتبار قانونی باشه؟ وقتی یک بروکر رو شما انتخاب میکنید جهت سپرده گذاری،
این حق مسلم شماست که بدونید کدوم نهاد نظارتی عملکرد کلی اون بروکر رو بررسی میکنه، روش نظارت داره و بهش رسیدگی میکنه. یه بروکر رگوله شده و قابل اعتماد باید از مقررات وضع شده به منظور جلوگیری از تجارت غیر اخلاقی و محافظت از دارایی‌های مالی شما تحت هر شرایطی پیروی کنه. دوستان، این اقدامات سختگیرانه به شما تضمینی میده تا با خیال آسوده و بدون نگرانی به تجارت بپردازید. دوستان، بحث پول هست و هر جا بحث پول هست خب بحث اعتماد خیلی اونجا پررنگتر میشه. در بروکرها و کارگزاری فارکس هم چون با سرمایه شما سر و کار دارن، باید نهادهای بین‌المللی، نهادهای در واقع ذی‌ربطی باشن که ذی‌صلاحی باشن که رسیدگی کنن به اون بروکر و اگه تخلفی ازش سر زد اون رو جریمه کنن و مدام عملکردش رو باید بررسی کنن، چون بحث پول و سرمایه افراد اونجا در میون هست. نهادهای رگوله کننده یا در واقع اونهایی که اعتبار میدن به بروکرها به 3 دسته بین المللی، بین دولت‌ها و ملی تقسیم میشن. من به صورت خیلی تیتروار و سریع سازمان‌های نظارتی رو براتون نام میبرم، فقط محض اطلاعتون. صندوق بین المللی کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار، صندوق بین المللی پول، سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا یا همون سیا، بانک بین المللی ترمیم و توسعه، مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه‌گذاری، اداره ارزشیابی عملیات، مؤسسه بین المللی تضمین چندگانه سرمایه‌گذاری، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، مجمع داوری آمریکا، مرکز تجارت بین المللی، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، سازمان مبارزه با پولشویی و فساد مالی. چند تا سازمان نظارتی بین دولت‌ها و ملی رو هم براتون نام میبرم. تا اونجا که تونستم سایت‌های اونها رو هم پیدا کردم و براتون نوشتم. کسایی که علاقه‌مندن در این حوزه تحقیق کنن میتونن به سایت اون سازمان‌ها مراجعه کنن و اطلاعات بیشتری کسب کنن. اولیش مرجع راهبرد امور مالی انگلستان یا FCA هست، کمیسیون خدمات مالی جزایر ویرجین FSC، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا ASIC، کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا، اداره فدرال نظارت مالی آلمان یا همون بافین، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس سیسک، کمیسیون خدمات مالی IFSC، اداره نظارت مالی لهستان KNF، اداره خدمات مالی آفریقای جنوبی FSB. اما در بین این نهادها که نام بردم 3 تاش از همه مهمتره و کسایی که در واقع زیر نظر این سازمان ها باشن اعتبار بیشتری دارن و میشه بیشتر بهشون اعتماد کرد که اونها نهادها آسیک، سیسک و FCA هستند. دوستان، در واقع بورس اوراق بهادار قبرس، استرالیا و مرجع راهبرد مالی انگلستان. این 3 تا در واقع به منظور جلوگیری کارگزارا از فعالیت مالی متقلبانه متعهد به پیروی از پروتکل‌های نظارتی مانند بازرسی، ارزیابی و اعمال جریمه هستند. یعنی میتونن خیلی راحت بروکرهای متخلف رو جریمه‌های سنگینی بکنن این 3 نهاد. اما علاوه بر این که یک بروکر باید زیر نظر یک سازمان و نهاد نظارتی باشه، باید یک سری ویژگی ها هم داشته باشه که اون ویژگی ها میتونه در انتخاب ما خیلی به ما کمک کنه تا بتونیم بروکر بهتر رو انتخاب کنیم برای اون هدفی که داریم. ویژگی ها رو یکی یکی میگم، در موردشون صحبت میکنم. اگر جایش متوجه نشدید میتونید در کامنت ها سوال بپرسید، به تک تک کامنت ها جواب میدم شخصا و سوالاتتون رو حتما پاسخ میدم. اما همینجا ازتون خواهش میکنم که
ویدیو رو لایک بفرمایید، اونو به اشتراک بذارید با دوستانتون و از ما حمایت کنید. اولین ویژگی که یک بروکر باید داشته باشه اینه که سرمایه مشتریاشو باید در یک حساب جداگونه نگهداری کنه. یعنی با بودجه شرکت، با در واقع اون حسابی که خود شرکت داره، مدیرانش و صندوق اون شرکت داره، نباید قاطی بشه. سرمایه مشتریان باید در یک حساب جداگانه نگهداری بشه و این توسط سازمان‌های نظارتی بررسی میشه و اجباری هست. دومین ویژگی این هست که با بانک‌های تراز اول همکاری بکنن. حالا این میتونه برای ما یا خوب باشه، یه مقدار میتونه بد باشه، چون خب خیلی از بانک‌های دنیا ایران رو تحریم کردن و با ایران همکاری نمی‌کنن، مخصوصا بانک‌های معتبر آمریکا و اروپایی. اما ویژگی سوم این است که دارای سرمایه کافی تعیین شده توسط نهادهای نظارتی باشه اون بروکر و به طور منظم بازرسی میشه این سرمایه‌اش. یعنی نباید اون سرمایه مشخصی که انگار که یک شرکتی میخواد افتتاح کنید باید یک سرمایه اولیه‌ای باشه و به اون دست نزنید. اینجا هم به همین شکل یک سرمایه اولیه باید در حساب بروکر باشه و به اون دست نزنه و مدام هم نظارت میشه. ویژگی بعدی این است که باید مدام چه کار کنه؟ ارائه حفاظت از موجودی منفی، تنوع وجوه مشتریان، صندوق جبران خسارت سرمایه گذار و بیمه و پروتکل های رمزگذاری بر روی تمام معاملات. دوستان باید در واقع حساب های سرمایه گذاران رو بیمه کنه. اگر خدایی نکرده اون سایتشون هک شد و سرمایه گذارا به سرقت رفت، سرمایه گذار خیالش راحته که در واقع بیمه است و پولش 1 سنت 1 دلار هم کم نمیشه. همچنین معاملات باید تماما رمزنگاری بشه و قابل رهگیری توسط هکرها نباشه. ویژگی بعدی اقدامات امنیتی بالا و داشتن شفافیت است. ویژگی بعدی اجرای سریع دستورات. چطوری؟ با داشتن سرورهای قدرتمند. باید دستورات در کسری از ثانیه انجام بشه. یه موقع از شما میخوای یک دستوری رو ببندی، یک سفارشی رو، اگر 1 ثانیه فقط دیرتر این انجام بشه، یعنی شما چند ده دلار، چند صد دلار ضرر میکنی یا از سودت کم میشه حتی. بنابراین داشتن سرورهای قدرتمند یکی از ویژگی‌های اصلی بروکرهای تراز اول دنیاست. ویژگی بعدی قیمت‌گذاری مناسب و عدم قیمت‌سازی‌های دروغین و کذب است. ویژگی بعدی نداشتن طرح جمع‌آوری حد ضرر. جلوتر در مورد حد ضرر و حد سود صحبت می‌کنیم و بعضی بروکرهای متقلب میان و دستکاری میکنن در قیمت‌ها و در واقع اون سفارش شما رو به سمت اون حد ضرر میبرن و سفارش شما با ضرر بسته میشه. در واقع این تقلب هست که سازمان‌های نظارتی روش نظارت میکنن و اجازه نمیدن و اگر کسی شکایت کنه حتما بررسی میشه توسط اون سازمان‌های نظارتی. ویژگی بعدی داشتن پلتفرم معاملاتی ساده و روان. باید در واقع همه جوره اون شرایط رو برای شما مهیا کنه. شما با گوشی، تبلتت، اندروید، آی او اس، آیفون داری، میخوای با ویندوز کار کنی، اصلا هیچ کدوم اینا رو نداری، فقط در واقع میخوای بری تو اینترنت، باید در واقع یک پلتفرم تحت وب داشته باشن. باید تمام اینها رو یک بروکر ارائه کنه که مشتری خودش انتخاب کنه با کدوم پلتفرم، با کدوم در واقع نرم افزار میخواد به معامله بپردازه. پس داشتن پلتفرم‌های در واقع متنوع، ساده و روون یک ویژگی برای یک بروکر. داشتن پشتیبان به زبان پارسی برای ما ایرانی ها میتونه یک واقعا نعمت باشه که شما به زبان مادری خودت سوال بپرسی از اون پشتیبان، از اون بروکر و اون هم به زبان مادری شما به شما پاسخ بده. ما بروکرهایی رو به شما معرفی میکنیم که پشتیبانهای پارسی زبان دارن. ویژگی بعدی ارائه پشتیبانی قوی هست.
باید پشتیبانی متنوع انجام بدن، از طریق چت زنده، از طریق اپلیکیشن های در واقع تلگرام و نمیدونم اپلیکیشن های اجتماعی که هستن در واقع تحت وب، باید متنوع باشه، پشتیبانی قوی داشته باشه، پاسخگو باشن. پشتیبان باید از همه چی اطلاع داشته باشه. من با یک بروکر مثلا ترکیه‌ای صحبت می‌کردم، از پشتیبان با انگلیسی فارسی که نداشت، زبان سایت فقط ترکی بود. با پشتیبان به انگلیسی صحبت کردم و گفتم که چرا اینجوریه، چرا اینطوریه، چرا شما ندارید زبان‌های مختلف، حداقل یه 5-6 تا زبان زنده دنیا. انگلیسی کلا ضعیف بود انگلیسیش و اصلا نتونست جواب درستی بده و منو قانع کنه. فقط تشویق میکرد که شما حالا سرمایه گذاری کن، ما میریم یه فارسی زبان میاریم با شما صحبت کنه. این درست نیست. باید پشتیبانی قوی داشته باشه بروکر. ویژگی بعدی ارائه فایل های آموزشی. باید خود بروکر یک مقدار اون چیزهای اولیه رو به سرمایه گذاراش آموزش بده و براشون فیلم تهیه کنه، فایل های PDF، فایل های ورد و کتاب های مختلف ارائه کنه که معامله‌گران اونجا دسترسی داشته باشن بهش. این یک ویژگی خاص هست. ویژگی بعدی ارائه اخبار و اطلاعات دقیق از بازار. یک بروکر باید برای سرمایه گذاراش در واقع یک بانک اطلاعاتی جمع کنه و بهشون اخبار اطلاعات درست از بازار رو بده تا اونها بتونن از اون کمک بگیرن و به تحلیل خودشون در واقع قوت ببخشن. ویژگی بعدی واریز و برداشت متنوع باید داشته باشه. واریز و برداشت سهل و آسان و سریع. سرمایه گذار نباید معطل بشه، باید سریع پول انتقال داده بشه به حسابش و بره برای انجام سفارشات. بروکرهایی که ما بهتون معرفی میکنیم واریز و برداشت ریالی رو هم پشتیبانی میکنن. ویژگی بعدی ارائه اهرم‌های معاملاتی مناسب. در مورد اهرم مفصل صحبت میکنم در ویدیوهای بعدی، ولی فقط اینجوری بگم که در واقع یک حالت اعتبار میده به سرمایه شما. مثلا شما اگه $100 داری میتونی با $100,000 حالا بری وارد یک معامله بشی. در واقع یک اهرم 1000 به شما میده، سرمایه‌ات ضرب در 1000 میشه. پس باید بروکر اعتبار به سرمایه گذارش بده. اعتبارهای اونم متنوع. بروکرهایی هستن از در واقع اهرم 1 2 3 4 5 شروع میشه میره تا اهرم 1000 هم دارن. 1000 برابر به شما در واقع اعتبار میدن و بابتش هیچ بهره‌ای از شما نمیگیرن. ویژگی بعدی داشتن تنوع حساب هست. باید حساب‌های مختلفی داشته باشن. یک نفر میخواد فقط روی جفت ارزها تجارت بکنه، یک نفر دوست داره فلزات و انرژی، نفت و مثلا گاز رو تجارت کنه، بعضیا میخوان رو سهام شرکت‌های بزرگ. باید حساب‌ها متنوع باشه و نفرات بتونن از هر در واقع کالایی رو خواستن خرید و فروش کنن بتونن حساب مربوطه رو انتخاب کنن، افتتاح کنن و باهاش کار کنن. و ویژگی آخری رو که باید براتون بگم، عدم محدودیت تعیین حداقل مبلغ سرمایه گذاری برای افتتاح حساب. نباید کارگزاری بیاد بگه حتما باید $1000 حداقل بیارید تا بتونید افتتاح حساب کنید. بروکرهایی که ما بهتون معرفی میکنیم حتی با $1 هم شما میتونید برید و اونجا به ترید بپردازید و سفارش گذاری کنید. پس نگران این نباشید. اما یک مسئله مهم و در واقع نگرانی در بین ایرانی ها هست که میگن ما مورد تحریم هستیم، اصطلاحاً سانکشن انگلیسیشه. میگن خب ما تحریم هستیم، حالا چطور میتونیم به بازارهای جهانی متصل بشیم؟ خب رهبریت و محوریت این تحریم ها رو آمریکا به عهده داره و خوشبختانه کشورهایی هستن که با آمریکا و سیاستهاش همسو نیستن و هر تحریمی که اون در نظر میگیره اونها زیر بارش نمیرن و بهش عمل نمیکنن. کشورهایی مثلا مثل روسیه، در اونجا بروکرهایی هستن که به کشورهایی که مورد تحریم آمریکا قرار گرفتن در واقع اینو به چشم یه فرصت نگاه میکنن
و به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اون کشورها با آغوش باز خدمات میدن، سرویس های بسیار متنوع میدن و این تضمین رو میدن که حتی 1 ریال و 1 سنت اونها، 1 دلار اونها تحت تحریم قرار نمیگیره و بلوکه نمیشه. پس این رو هم باید در انتخاب بروکر در نظر داشته باشید که سرمایه‌تون از بین نره و روزی نیاد بگه که آره من از این به بعد میخوام در واقع تحریم‌های آمریکا رو اعمال کنم و سرمایه شما رو بلوکه کنه. خب بروکرهایی که ما معرفی میکنیم بهتون با سوابق بالای 20 سال هستن و از اول هم با ایرانی‌ها کار میکردن و ما هیچ نگرانی نداریم از این بابت. پس تحت تحریم هم هیچ نگرانی نداشته باشید. میتونید خیلی راحت بروکرهایی از روسیه، قبرس، ترکیه، امارات حتی هستن که به ایرانی‌ها و کشورهایی که تحت تحریم هستن خدمات ارائه میکنن. پس این سوال رو جواب دادم که آیا یک ایرانی میتونه در یک کارگزاری فارکس افتتاح حساب کنه؟ جوابش شد بله. بروکرهایی که ما معرفی میکنیم بهتون با سابقه بسیار درخشان و طولانی با افتخار با ایرانی ها کار میکنن و به اونها اجازه میدن که حساب افتتاح کنن و اونها رو متصل میکنن به بازارهای جهانی تا از اونجا کسب درآمد دلاری داشته باشن. چند تا بروکر رو به شما معرفی میکنم که به ایرانی ها اجازه فعالیت در فارکس رو میدن. بیش از 15 بروکر داریم دوستان. من 4 تا از بهترین هاش رو به شما معرفی میکنم و در ویدیوهای بعدی طریقه افتتاح حساب در اونها و طریقه در واقع شارژ حسابتون، سرمایه گذاری در اونها رو بهتون آموزش میدم. اصلا عجله نکنید، به سایت هاشون مراجعه نکنید، افتتاح حساب نکنید، ممکنه جای اشتباهی انجام بدید و دوباره مجبور شید به عقب برگردید، دوباره بخواید ایمیل بزنید، به زحمت بیفتید، چیزی رو اشتباه زدید و از اونها بخواید تصحیح کنن. پس لطفاً فقط محض اطلاع اسمشون رو بدونید. در آینده با یکیشون کار میکنیم و آموزش میدیم بهتون. اونها بروکرهای آلپاری هستش، IFC مارکت، روبو فارکس و FXTM هستن که این 4 تا در بین اون 15-16 تا از همه بهتر هست و خدمات بهتر ارائه میکنن و ویژگی‌های بیشتری دارن نسبت بروکرهای دیگه. اما در آخر ازتون خواهش میکنم ویدیو رو لایک بفرمایید، ویدیو بالا بیاد، دوستان بیشتری بتونن ازش استفاده کنن، اون رو به اشتراک بذارید با دوستانتون. شاید در واقع یک راهی باز بشه براشون تا بتونن وارد یک تجارت جدید بشن و از این طریق کسب درآمد کنن. و از نظراتتون و کامنتاتون ما رو بی‌نصیب نذارید. پیشنهادی، انتقادی دارید، سوالی دارید، در کامنت ها مطرح کنید. به تک تک کامنت ها شخصا جواب میدم دوستان. هر سوالی دارید، هر اشکالی دارید اونجا مطرح کنید. با آغوش باز پذیرا هستیم و به تک تک کامنت ها پاسخ میدیم. ویدیو رو همینجا به اتمام میرسونم. در ویدیوی بعدی یک در واقع تعریف کاربردی دیگه داریم و دیگه اون تعریف برای ترید کردن واقعی هست و باید حتما بدونیدش. اگر در واقع حدس میزنید که اون چی هست موضوع ویدیوی بعدیمون، در کامنت ها برای ما بگید، خوشحال میشیم. پرسود باشید. پیروز و